كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنوره. بهترین شخص کیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: مؤمن ترین مسلمان با اخلاق ترین آنهاست و بهترین شما کسی است که با همسرش نکویی داشته باشد. روایت ترمذی و ابن حبان. آیین اسلام بر هر مردی که برخورد و معاشرت نیکو را با همسرش واجب کرده، او را با زبانش یا افعالش نرنجاند و به او ظلم نکند، با چشم حقارت به او ننگرد. زین رو به مرد واجب گردیده است تا هرگاه خداوند دختری به او بخشد، با هر دوی آنها با نیکی رفتار کند. خداوند در سوره نساء آیت 19 می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان، و با زنان خود به طور شایسته در گفتار و رفتار معاشرت کنید. از این حدیث و آیت معلوم می گردد که معاشرت و معامله خوب با همسر یکی از واجبات بر گوش مرد است. پس ای برادر عزیزم، اگر گاهی همسرت تو را ناراحت کند، صبر را پیشه کن، چون مرد باید صابر باشد و صبر و تحمل بکند و هیچگاه او را دشنام و حقارت مکن، چون خودی تو نمیخواهی که کسی با دختری تو این چنین معامله کند و بدان که همسری تو هم دختری کسی است. و چون اگر تو معامله خوب با او بکنی، بدان که در آینده با دختران تو چنین معامله کنند. قصه به شما نقل میکنیم تا برای شما درس عبرت بشود. مرد با همسرش بسیار زشت مناسبت میکرد و بعضا او را لط و کوب مینمود. دختری داشتند که مرد او را بسیار دوست میداشت و همیشه با او شوخی و بازی میکرد. روزی که این پدر و دختر در حالی با هم شوخی و بازی بودند، زن از شوهرش پرسید: اگر روز دخترمان را به شوهر دادیم و خدایا نکرده شوهرش اذیتش کند، چی کار میکنی؟ مرد چهرهش تغییر یافت و گفت: اگر به دخترم دست بردارد او را میکشم. بعداً همسرش با لحنی معصومانه گفت: من هم دختری مردی هستم که بسیار دوستم می‌دارد. پس برادران ایمانیم، بدانید جزای هر شخصی از جنس عملش می باشد. اگر در برابر مورد اذیت قرار گرفتن دخترتان از جانب شوهرش رگ غیرتتان بلند شد و ناراحت و عصبی می شوید، پس بدانید همسرتان دختری مردی است که این گونه دوستش می دارد. او با یک آرزوی امید دخترش را بر شما داده است، نه برای آنکه شما او را لط و کوب بکنید. پس از خدا بترسید در حق همسرانتان. تقوای خداوند را رعایت کنید. پشت هر زن پدری مهربان است که دخترش را به شما امانت داده است. پس امانتدار خوب باشید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.